سلام، من سارام. به چنل سارام خوش اومدین. امروز قراره خیلی ابتدایی و پایه بریم سراغ قلب، ببینیم که چیکار میکنه، چجوری کار میکنه، چی به چیه. بزن ببین. قلب یه ارگان عضلانی تو خالی هستش که به صورت مخروطی شکل هست. در قسمت ویویستاین داخل یه پریکارد قرار داره که جنس این پریکارد مثل حالت یک کیسه انگار دور قلب هستش. قلب از 3 لایه تشکیل شده به نام اپیکاردیوم، مایوکاردیوم و آندوکاردیوم. به صورت کلی قلب 4 تا حفره داره: دهلیز چپ، دهلیز راست، بطن چپ، بطن راست. که قلب از 4 تا دریچه تشکیل شده: دریچه تریگاسپید، دریچه پولمونری، دریچه آورت و دریچه میترا. آورت و میترا در قسمت قلب چپ هستش بخوایم به صورت حالا اختصار بگیم، و تریگاسپید و پولمونری هم در قسمت قلب راست هستش. قلب راست خون بدون اکسیژن رو داره، قلب چپ خون با اکسیژن رو داره. عروقی که از بطن چپ در واقع قلب چپ نشأت میگیرن یا بهش میان شریان. عروقی که از قلب راست خارج میشن یا به قلب راست خون میریزن بهش میگن سیاه رگ یا وین. سرخ رگ یا سیاه رگ گفته میشه. این خطوط سبز رنگ هم که میبینیم کرداها هستن که کرداها متصل هستن به پاپیلاری ماسل، مثل پایه های یه خونه میمونن که دریچه رو نگه میدارن و باعث میشن که استحکام در واقع میدن. حالا که در مورد عروق و به صورت کلی آناتومی قلبی اطلاعاتی داریم، در مورد سیستم خونرسانیش باید اینو بدونیم که خب دهلیز راست همونطور که گفتیم 2 تا سیاه رگ، 2 تا ورید IVC و SVC بهش خونرسانی انجام میده. SVC خون سر و گردن رو میاره به دهلیز راست و IVC خون اندامهای تحتانی رو میاره. این خون بدون اکسیژن وارد دهلیز راست میشه و از دریچه تریگاسپید میگذره میاد توی بطن راست. از بطن راست از دریچه پولمونری وارد پولمونری وین ها میشه که میره سمت ریه. خونی که از طریق پولمونری وین ها به ریه میره از طریق پولمونری آرتریا از ریه گرفته میشه و خون اکسیژن دار که از طریق پولمونری آرتری وارد دهلیز چپ میشه. از دهلیز چپ دریچه میترال عبور میکنه میره به بطن چپ. از بطن چپ توسط دریچه آورت پمپاژ میشه به کل بدن و از طریق شریان آورت کامل پخش میشه در بدن. نکته دیگه هم که وجود داره اینه که خب قلب خودش و خونرسانی به خودش رو هم انجام بده دیگه. این به این صورت نیستش که فقط بخواد به بقیه ارگان ها خونرسانی انجام بده. خونرسانی به قلب خب خیلی مهم هستش و اگر اختلالی درش ایجاد بشه ممکن صدمات جبران ناپذیری برای بیمار داشته باشه و حتی مرگ. من حالا همونطور که توضیح دادم میخوام این شریان آورتمون هستش، این پولمونری وین هم هستش که گفتم 4 تاست، 2 تا اینجاست، 2 تا اینجاست. میخوام بازش کنم که بهتر ببینیم. دهلیز راست، دهلیز چپ، اینم که حالا شماتیکش هستش، دریچه ها 2 3 4 تا. این عروقی که حالا روش کشیده شده همون LAD و RCA و یعنی عروق اصلی که خونرسانی به قلب در واقع بطن چپ و راست رو انجام میدن هستن. اینو باز کنم بهتر هست. الان فکر کنم خیلی بهتر ببینید این پاپیلاری ماسل ها و کوردال هایی که راجعش صحبت کردم که ببینید یه حالت رشته شکل هستش و اینا متصل هستن به این صورت به ماهیچه قلب. خب در مورد بطن و دهلیز اینو لازم بدونیم که دهلیز چپ و راست و بطن چپ و راست توسط یک دیواره از هم جدا شدن.
این حالا دیواره بین بطنی بهش میگن دیواره دهلیزی. اگر این دیواره هر مشکلی درش به وجود بیاد خب در عملکرد قلب تاثیر میذاره و حتی مثلا میتونه تهدید کننده زندگی بیمار هم باشه. اگر به دلیل نارسایی قلب دیواره بطنی مثلا ممکنه مایل بشه، یعنی مثلا دیواره بطنی به سمت بطن چپ مایل بشه، ظرفیت بطن چپ کوچیک بکنم داریم حتی که مثلا ضخامت دیواره بیشتر بشه، اینا همش نارسایی قلبی میره. یا اینکه دیواره بین بطنی یا دیواره بین دهلیزی سوراخ داشته باشه، حفره داخلش باشه. حالا میتونه هم مادرزادی باشه هم دلایل مختلفی داشته باشه که جلوتر میتونیم راجعش صحبت کنیم. اگر یه همچین اتفاقی پیش بیاد یا عمل جراحی انجام میشه یا اینکه میان مثلا از یه همچین وسیله‌ای، حالا اگر برای دهلیز باشه AST نام داره، برای بطن باشه VST نام داره. به فرض که مثلا این سوراخ باشه، این وسیله رو از طریق شریان، از طریق رگای مثل پلاستی در واقع به صورت مینیمالی اینویزیو آنژیوپلاستی انجام میدن. این فیلتر رو در واقع میفرستن داخل اون حفره قرار میدن و این سوراخ رو در واقع مثلا اینجوری نشون میدن، این سوراخ رو در واقع پر میکنه. ما لازم نیست بیمار عمل جراحی داشته باشه. در مورد دهلیز حرف زدیم، در مورد بطن حرف زدیم، در مورد پولمونری وین و آرتری هم صحبت کردیم که خون رسانی به چه صورتی هستش. حالا میخوام بریم سراغ دریچه میترال. دریچه میترال خون، یعنی در واقع میشه دروازه‌ای هستش بین دهلیز و بطن. خونی که اکسیژن داره میاد توی دهلیز، از دریچه میترال که میگذره میاد توی بطن. دریچه میترال یه دریچه دولتیه. لت منظورمون چیه؟ لت منظورمون لیفلت هایی هستش که دریچه ها دارن. به فرض مثلا این اگر آناتومی دریچه میترال باشه، دریچه دولتیه، 2 تا لت داره به این صورت، اینجوری مثلا. دریچه بعدی دریچه آورت هست. دریچه آورت چیکار میکنه؟ خونی که بطن چپ پمپاژ میکنه رو به شریان آورت وصل میکنه. به صورت کلی اینو باید بدونیم که بیماری‌های قلب چپ خیلی زودتر خودشون رو نشون میدن، چون خب وظیفه بطن چپ و حالا به صورت کلی قلب چپ، حالا سیستم عروقیش این هستش که خونرسانی انجام بشه. به تبع اگر اختلالی در این خونرسانی ایجاد بشه، چرا خونرسانی به خود قلب چه بقیه اندام‌ها زودتر خودش رو بروز میده. اما بیماری مربوط به بطن راست و حالا به صورت کلی قلب، سیستم خونرسانی، حالا قلب راست که میگیم، خیلی دیرتر خودشون رو بروز میدن. در واقع میشه گفت بیماری‌های خاموشی هستن. در سیستم حالا قلب راست هم دریچه تریکاسپیت رو داریم که گفتیم IVC و SVC خون بدون اکسیژن رو میرسونن از اندام‌های تحتانی و اندام سر و گردن به RA و از دریچه تریکاسپید عبور میکنه میاد توی RV. دریچه تریکاسپید هم که از اسمش مشخصه سلتیه، تریکاسپیده، همین به این صورته. البته که همه این قطعا نامگذاری شدن بر اساس نزدیکیشون به دریچه آورت. دریچه پولمونری هم که گفتیم خون رو میفرسته به ریه، از طریق دریچه پولمونری میگذره. دریچه پولمونری هم سلتی هستش و در قسمت فوقانی قرار داره، بالاترین دریچه است در واقع. خب این بود یه گپ کوتاه راجع به قلبمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر از این سبک ویدیو دوست دارین حتما بهم بگین که تو چه سبکی در مورد چه موضوعاتی براتون ویدیو درست کنم. منم خیلی مهمه. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنین، ساب کنین، روشن کنین. تا هفته دیگه میبینمتون. امیدوارم حس خوبی رو تجربه کنین. خداحافظ.